سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز. بنده رضا اردلانی هستم، مدیر صنایع فلزی اصفهان حفاظ. امروز در رابطه با توضیحات راجع به حفاظ شاخ‌گوزنی در خدمت شما دوستان عزیز هستم. در رابطه با انتخاب حفاظ شاخ‌گوزنی ما یک سری نکات رو باید رعایت بکنیم و بر اساس اونها تصمیم گیری بکنیم که چه حفاظی برای ما مناسبه. به صورت کلی ما 8 نکته داریم که باید بر اساس اونها تصمیم گیری کنیم و حفاظمون رو انتخاب بکنیم. ارتفاع حفاظ، عرض حفاظ، تراکم حفاظ، ساختار حفاظ، نوع میلگرد، وزن، نوع رنگ‌آمیزی و نحوه نصب نکاتی هستند که ما حتما باید در رابطه با انتخاب حفاظمون در نظر بگیریم و بر اساس اون انتخاب انجام بدیم. خب نکته اول در رابطه با ارتفاع حفاظهای شاخ‌گوزنی. حفاظهای شاخ‌گوزنی در ارتفاع 40 سانت تا 120 سانت توی شرکت اصفهان حفاظ قابلیت تولید دارند و اگر ارتفاع سفارشی کوتاه‌تر یا بزرگتر یا بلندتر خواستین هم امکان تولیدش وجود داره. نکته دوم، عرض حفاظ شاخ‌گوزنی. عرض حفاظ شاخ‌گوزنی چیه؟ عرض حفاظ شاخ‌گوزنی بازترین نقطه‌ایه که حفاظ روی دیوار شما به شما میده. حفاظها خب مسلما هر مقدار ارتفاعشون بره بالاتر به نسبتش عرض بیشتری دارن روی دیوار برای شما و به همین مراتب هر مقدار تراکم حفاظ بیشتر بشه تعداد ردیف‌های پشت سر هم بیشتر میشه و در نهایت عرض بیشتری به شما میدن روی دیوار. ما اگر بیایم حفاظ از بغل در نظر بگیریم، اون عرضی که روی دیوار به ما میده، این حفاظ یکی از محصولاتمونه که تراکم 32 داره. از این نقطه بیرونی تا این نقطه حفاظ عرض 70 سانتی متری داره. نکته سوم که ما باید برای انتخاب حفاظمون در نظر بگیریم تراکم حفاظ که نکته خیلی مهمی است. منظور از تراکم حفاظ تعداد شاخک‌های اصلی و سازنده حفاظ، یعنی چه مقدار میلگرد به صورت عمودی اومده داخل 1 متر طول حفاظ ما کار شده و شاخک‌های اصلی هستن. این به عنوان تراکم حفاظ در نظر گرفته میشه. ببینید برای محاسبه تراکم این حفاظ به صورت مثال، ببینید ما تعداد شاخک‌هایی که به صورت عمودی داریم و به شاسیمون اومده اتصال پیدا کرده به علاوه این شاخک‌ها که یه جورای حالت عمود داره، تعدادش داخل هر متر 32 تاست که این خارها، اتصالات و این دستک‌هایی که به صورت افقی کار شده جزء تراکم حساب نمیشه. فقط شاخک‌های عمودی و سازنده به عنوان تراکم حساب میشه. پس این حفاظ در طول 1 متر تراکمش 32. در رابطه با ساختار حفاظ شاخ‌گوزنی باید حفاظ گونه‌ای طراحی شده باشه و ساخته شده باشه که تمام شاخک‌ها داخل هم دیگه جوش خورده باشن، به هم اتصال داشته باشن که شخص سارق نتونه شاخک‌ها رو به راحتی خم کنه، بشکنه و عبور کنه. و نکته بعدی اینه که الان داخل این حفاظ توی نقطه بالای حفاظ که شخص اگر بخواد ازش عبور بکنه از این قسمت باید رد بشه و پا بذاره و عبور بکنه، ما شاخه‌ای به صورت افقی صاف، یعنی این قسمت شاخه‌ای کار نکردیم که یه حالت گودی داشته باشه و شخص نتونه به عنوان جای پا اینجا پا بذاره و عبور بکنه از حفاظ. و اما نکته پنجم که در رابطه با حفاظهای شاخ‌گوزنی خیلی تاثیرپذیره در رابطه استحکام و مقاومت حفاظ شاخ‌گوزنی، نوع و سایز میلگردی که استفاده میشه. به صورت کلی میلگرد استاندارد و مناسب برای حفاظ شاخ‌گوزنی میلگرد شماره 10 با تلرانس 1 میلیمتر.
تمامی میلگرد هایی که برای حفاظ شاخ جوزنی استفاده میشن در حد 1 میلیمتر تلرانس دارن، ولی خب 90%شون باید شماره 10 باشن به خاطر اون استقامتی که حفاظ باید در مقابل با سرقت در خودش داشته باشه. نکته ششم برای انتخاب حفاظ شاخ جوزنی وزن حفاظ. وزن حفاظ حالا داخل محصولاتی که ما داریم تولید میکنیم به صورت میانگین بین 6 کیلوگرم تا 35 کیلوگرم از ارتفاع 40 تا 120 موجوده و تولید میشه و وزن رابطه مستقیم با ارتفاع و تراکم داره، یعنی اینکه هر مقدار ارتفاع حفاظ ما بالاتر بره به همون منوال وزن افزوده میشه و هر مقدار تراکم حفاظ اضافه تر بشه به همون منوال هم وزن حفاظمون بالاتر میره. نکته هفتم در رابطه با حفاظهای شاخ جوزنی که نکته خیلی مهمی در رابطه با زیبایی حفاظ، رنگامیزی حفاظ. شرکت ما در رابطه با نوع رنگامیزی های مختلف طبق سلیقه تمام مشتریان تمام رنگ بندی ها رو موجود کردیم و میتونیم براتون تولید بکنیم، ولی رنگ سفید و سیاه پرفروش ترین محصولات. و اما نکته هشتم و نکته آخر در رابطه با حفاظهای شاخ جوزنی نحوه نصب، نوع نصب حفاظ. نوع نصب حفاظ شاخ جوزنی بسته به سازه زیرش که میتونه دیوار باشه، دیوار آجری باشه، دیوار بلوکی باشه، پروفیل باشه، نرده باشه. نوعهای مختلفی برای نصب وجود داره که ما تمام بر اساس استاندارد براتون انجام میدیم و به خاطر اینکه بار حفاظ توی راه و بارگیری و نصب کمترین آسیب رو ببینه، قطعات رو به صورت 1 متر طول تولید میکنیم که جابجاییش خیلی راحت تر باشه و نصب اصولی تر انجام بشه. در رابطه با نصب مسئله بعدی که هست، حداقل حالا بسته به تراکم حفاظها باید هر متر به متر بعدی 4 نقطه اتصال بخوره، جوشکاری بشه که نصب به صورت اصولی انجام بشه. بنده برای شما دوستان عزیز 8 نکته کلیدی در رابطه با انتخاب حفاظ شاخ جوزنی مناسب رو عرض کردم که شما میتونید بر این اساس تصمیم گیری بکنید. نکاتی که بنده خدمتتون عرض کردم در رابطه با 90-95% مواقع اوکیه و میتونید بر این اساس انتخاب کنید. اگر سوال دیگه‌ای بود میتونید با مشاورین شرکت ما تماس بگیرید و بر اساس نوع سازه شما، دیوار شما، شرایط محیطی بهترین گزینه و راهنمایی و خدمتتون عرض می‌کنم. موفق و پیروز باشید.